بله، پوکی استخوان بیماری دوران کهنسالی است، اما برای پیشگیری از پوکی استخوان باید از سنین جوانی به فکر بود و به خاطر همین مخاطبین برنامه ما طیف وسیع سنی نوجوانان و کودکان و به بالاتر هستند. خواهش میکنم که در طول این 40 دقیقه آتی با ما همراه باشید. واجه هستم. بیماری هایی که در حیطه کار ما هست، یه سری عرض کردم خدمتتون، بیماری های مکانیکال هست، من جمله همین بیماری استئوپروز یا پوکی استخوان. آقای دکتر خواهش میکنم. از نظر تعریف استئوپروز باید بگم خدمتتون که شایع ترین بیماری استخوانی در انسان است. خب استخوان ها بیماری زیادی دارن، از همه تغذیه یا داروهایی که باید مصرف کنه بخواستم بپرسم ازشون چه کارهایی باید انجام. بله اجازه بدید آقای دکتر، سوالی دارید راجع به مریضشون بپرسید یا اینکه کفایت میکنه؟